جوری دورش بچرخ. برو دورش بچرخ. برو پسر جان. آره برو قشنگ. باشه هر گوتو بخور. امروز میخوایم برو دورش دیگه. با صحبتت کن. امروز میخوایم که من چی میخوای؟ تو هی نزدیک شو هی برو اول. باشه بگو الان میرم. خب از اول امروز قراره 24 ساعت زندگیمون که نه از طلوع خورشید تا غروب خورشید روی این صندلی توی آفتاب بشینیم و ویدیو بگیریم. حواستون به این ویدیو باشه. بریم که بعد دیگه ویدیو رو ببینیم. آقا ما امروز قراره از ظهر تا غروب صندلی بشینیم و از این تکون یکی خودم به خودم دادم دیگه. این فیلمبردارم کمک میکنه از اون ور خوراکی‌های لازم و سریع اینا که گرمازدگی جلوش گرفته بشه. این صندلی رو با هم دیگه ببینید دیگه. این صندلی اینجا قراره ما رو به آتش بکشاند. بشینم روی صندلی. البته گرما از همین الان داره میزنه پس سرم. اوه همینطوری بشین. تکون نخور. آره دارم میسوزم. آره تکون نخور. فوت کن. نه خیلی داغه. با پنجره چطوری برداشت چطوری فوت میکرد؟ آها خیلی داغه. خیلی گرمه. داغه دارم میزنم. نه دیگه یکیش کدوماش؟ آفتابو نگاه کن. خورشید تو صورت منه. چون خورشید تو رو خیلی دوست داره. خاطر همین تو صورته. چه صورت؟ ساعت چنده؟ ساعت 7 صبح 8 صبح. ساعت چنده؟ ساعت 8 و نیمه. خدا تو 7 شب میمیریم اینجا. آره خوبت بده مگه؟ خوب دیگه ما هم میزنه تو صورتت. ما بریم خوراکی بگیر بیاری. خوراکی برات میگی. 2 تا نوشابه بهت میدم. بیا برو یه چیزی بگی برات بخوریم. حالا هیچی هم نشده. تازه شروع کردی. بعد تا شب باشی آبم بهت نمیدم بخوری. فرض کن مثلا آب نخوری. هیچ وقت این چالش رو پیاده نکنید. چون الان نگاه کن. فرض کن آفتاب رو بگیر. فرض کن مثلا یا خدا. فرض کن مثلا آب نخوری چه اتفاقی؟ میمیری دیگه. آره فرض کن خوراکی ها رو نخوری. رفت در قفل نکن. وایسا نیا تو نیا. چه نامردیه. رفت تو درم داره قفل میکنه. قفل نمیشه درتون. در قفل نکن. آره بس شد. من دارم عرق میریزم. بیا فیلم بردار ما که تو سایه وایساده داره میمیره از گرما. نشست. خسته شدم خدایی. آفتابو نگاه کن چجوری داره میزنه. داره متلاشی میشه. ما داریم اینجا شور عرق میریزیم. داریم براتون زحمت میکشیم. تو خیلی زحمت میکشی. بعد چیکار میکنی؟ الان داری کلنگ میزنی. بنا خوبی هستی. در آینده بنا خوبی. بیا مسخره میکنیم. ما داریم تو گرما اینجا زحمت میکشیم ویدیو میگیریم. ایشون نشسته تو سایه داره چششی میماله برای ما. وظیفت نمیره نه یه آبی نه یه غذایی نه یه نونی هیچی نمیره بیاره. خودش میره اون پشت میخوره. بالا شو یکم آب برده بیار. آب قطعه. دستشویی رو چیکار کنی؟ 5 دقیقه دیگه برقا میره. یا ابوالفضل بعد بریم وسط شهر بازی شوالی کردی. جانا آره برو یه آبی یه چیزی برو بیار. چقدر بمونی میگیری؟ خود گرمه دیگه. تو 1 دقیقه اینجا نتونستی تو سایه. من فکرم شبه. خب بعد تحمل بیاری. تو الان این کار حقوق در میاری. این کار پول در میاری. اگه لایک های این ویدیو بالای 100 تا برسه میرسه به نظره؟ بعید میدونم با این قرقرای تو 5 نفرم نمیرسه ولی اگه برسه میخوابیم تو آفتاب. تو همینجوری نمیتونی وایسی تو آفتاب. بخواب بخوابی. خیلی گرمه. جان دلم الان 5 دقیقه دیگه برقام میره. آوام میره. همینطوری خنک نیست. اون موقع دیگه قشنگ خنک نیست. من دیگه فیلم نمیگیرم. یعنی چی؟ من فیلم میگیرم. من دیگه فیلم نمیتونم بگیرم. این نامرد نگاه کن داره آب. خیلی واقعا برات متاسفم. این آب هیچ جا پیدا نمیشه. دهن نزن حداقل. دهن نزن. این آب ببینی چش بزنه. صبر کن دیگه. تو از این به بعد میگی من میخوام بخونم فیلم بگیری برام. همیشه باید فیلم بگیری وظیفته. حتما ازت میگیرم. چیزی نداری اینجا بخوریم؟ ما داریم شامی چی؟
دیگرم باید بخوری. آره بیسکویت هم داریم. بیا نگاه کنیم. نامرد اینو من بذار بیسکویت تموم بشه دیگه. اینو بیسکویت تو ازبکستان هم پیدا نمیشه. آره ازبکستان. صبر کن. بیا نگاه کن بیسکویت هم فقط گرفته جلوشون دسته. ملش کنی بدی بخورن. فقط جلوشون ملش کنی. رفته تو همه دران هم قفل کرده به شروع خوردن. نشسته اونجا. عارف شیبانی صبر کن. درو واکن. به حضرت عباس با هم میشه. درو واکن. من این بیرون بمونم چیکار کنم؟ به امام حسین. آها باشو بار آخر بشه در میبندی ها. این در از زیاد آوردی؟ آره به درد نمیخوره. من سرشکاری ترسیدم. گاوه چیزی نشستی اینجا؟ نمیدونم داشت به همینه دیگه. از تاوان دارم. مرد روزه سختی؟ آره مرد روزه سخت. مرد روزای سخت. سردی بیر بالا میخوام چهرت رو ببینن. واقعا هم زحمت کشیدی. چهره در هم پر هم. برو یکم آب برده بیار حد دارم. آب نیست آب قطعیه. الان میخوان ایران بزنن تو آب میخوای؟ در ببند حد دارم. هیچی نداریم ما اینجا. ما فقط یه تایت داریم. اون بدن خودت میخواد. میخوای تایت بدم بخوری؟ یزیدم بدتر اینا. یه خود آب نمیارن رو بخوریم. آب قطعه. دستشویی پر شده. هیچی نداریم اینجا. هیچی نداریم ها؟ اصلا چی داشتی الان میخوردی اونجا؟ آب سلوپی. الان فرض کن تو بیابونی میخواد چیکار کنی؟ یه کوچند و کلوخه و خودت دستشویی. آب نیست اینجا. هیچی نره. نه آبی هست نه برقی هست. هیچی نی. الان میخواد چیکار کنی؟ صحرا اصلا. صحرا. آب ما بینا چیه پس؟ فیلم مختار ندیدی؟ همون موقعی که تو بیابونی گیر میکنه. تا شب آره ما فکر کنم بمیریم اینجا. دور از جونت نمیری ولی شاید مثلا سکته رو بزنی. خب دیگه هیچی نگو الان. همینطوری بگی فقط. بلندشو بچرخی از دوری از پشتی از جلو همه جا بگیر. آره داشت چه صحرایه. قشنگ ویتامین دی اومد بالا دیگه. حالیدو بخوابی اینجا. آره ماشاءالله پدری زحمت کشی ما. پدری زحمت کش. لایک کامنت سابسکرایب بزنی داریم آب میشیم. آی برو یکم آب برده بیا. آب میگم قطعه. تو هیچ استانی آب نی. الان قطع کن. الان حالت خوبه؟ خدا رو شکر. به دکتر لازم نری؟ نه همه دکتر لازم نشده. خوبه. بیمارستان چی؟ نه دیگه بیمارستان الان دکتر نیستن پرستارن. اگه بخوای وایسا الان همچین آبی بهش بدم که لذتشو ببره. خدای من وایسا الان میام. جون مک شده. وایسا اومدم. همچین آبی بهت بدم که یه دنیا رو کیف کنی. نامرده یه آب نمیارن رو بخوری. از کجا اومدن؟ تو به کجا اومدی؟ خیلی گاوی. نه نمیدو نکن. مگه آب نخواستی؟ گفتی آب نیست. رفتم آب فاضلاب برای دوردان خواه. خیلی گاوی. 50 بارم بری همون دیگه فایده نداره. بذار بیام بیرون از این چالش لعنتی. بذار کنده بشم. من میدونم با تو
غرقت میکنم تو آب. صبر کن. خب دوستان عزیز، این هم از ویدیو امروز. دیدید که از ضله آفتاب تا غروب خورشید براتون ویدیو رو گرفتیم. خوش شدیم دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.